در 10 سال اخیر در تاجیکستان نه کمتر از 30 دادرس و یا سودیه را با اتهام کرداری که شأن و اعتباری سودیه را پس میزند از منصب راندن و سپس جزا دادند، یا برای گرفتن رشوه یا برای کدام یک معامله غیر قانونی. چرا چنین است؟ معاش کم و یا همان رشوه‌خواری و فساد که به اعتراف خودی مقامات در تمام سطح‌ها در ساختارهای دولتی ریشه دوانیده است. چی باید کرد که دادرس تاجیک رشوه نگیرد و در دعوا و جنجال‌ها حکم عادلانه صادر کند؟ این است موضوع امروز برنامه گپی آزاد و مهمانان ما وطن عبدالرحمانوف، سودی سابق تاجیکستان و معظم قادری و وکیل مدافع که در محاکمه‌های زیاد شرکت کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و در ابتدا از شما محترم وطن عبدالرحمانوف شروع میکنیم. چی سبب می شود که یک دادرس یعنی یک سودیه عدل و انصاف را فراموش کند و از کدام یک طرف گناهکار پول بگیرد؟ سببش به فکر من دارم که ما باید بسیار معیارهای قانون را به عمل آورده نمیستیم. باید ما نگاه کنیم با یک резолюции گنرال اسامبلی ООН که در آنجا سال 89 آمده است که آن سودیه‌هایی که در آنجا نوشتگی درباره درباره همین سودیه‌هایی که هم قوای کرده معاشش باید منصب به نگاه کرده باید نقص شود. این یک. دویمش در آن که ما پر رعایت نمی‌کنیم قانونایی که حاضر عمل کرده ایستاده است. همین قانون جمهوری تاجیکستان درباره سودها ما اینها دیدیم که پوره عمل نمی‌کنند. در آنجا آمده است که باید ما سودی‌ها با اهمیت بسیارتر که من مثال اگر یک سال با یا به پول روان کردن به جای استراحت این هم نمی شود. خیر معاشی سودی‌ها همگی 152,000 سامانی می شود. نگاه کنید در این شرایطی که حاضر ما داریم همه قیمتی در جمهوری تاجیکستان این معاش درباره همین تامین کردن خودش یا عائله‌اش هیچ ناموافق است. با من میخوام من نظر گرفتم در که شرایط اقتصادی جمهوری تاجیکستان هم نه اونقدر بلند است. با ممکن این طرف هم هست که ما معاش سودی‌های بلند کرده نمیتوانیم. محترم معظم قادر و نظری شما چی است؟ یعنی معاش کم است که دادرس ها و یا سودی ها مجبور می شوند که به بی‌عدالتی ها دست زنند و رشوه ستانی کنند و به کروپس دست برند؟ تجربه ادوکاتی شما چرا نشان میدهد؟ در اول سلام و درود به شما اکی میرزانبی و به بینندگان شما. من امروز کوشش میکنم کوتاه‌تر و ساده‌تر فکر و نظری خود را در دایره موضوع بیان نمایم. به فکر من زیاد کم بودن معاش سودی‌ها این یکی از سبب شدنش میشه برای پورگیری فساد. این یکی از کم می باشد. اساسی کم. اساسی جدی رو من در دیگر طرف میبینم. این یکی از فکر کنم پیاده نکردن شفافی حاکمیت، فعالیت شاخه‌های حاکمیت می باشد. این سبب اساسی می باشد. شاخه‌های حاکمیت این همه خودش معلوم است. شاخه‌های حاکمیت اونچه که استرکتور حاکمیت، سیستم حاکمیت درست مونده، شفاف مونده، به کار مونده نشده است. من چنین میفهمم. این یکی از سبب‌های می شود که این چنین فعالیت سودی‌ها تا چقدر قانونی بودند و عدالت قرارهای سودی‌ها مد نظر جامعه میماند. فکر من چنین هست. زیاد کردن معاش سودی‌ها این حل مسئله شده نمیتواند در چنین حالت اقتصادی. این یکی از فکر کنم فیشنگ‌های ایلوواگی برای زیاد کردن فساد می باشد. برای چی؟ اگر تو به همگان معلوم است که وظیفه ها تمام کل وظیفه ها در تاجیکستان خرید و فروخته می شود. اگر تو 5 سال پیش چنین وظیفه سودگی فرض کردیم 20,000 دلار باشد، با چنین معاشی که عینی ها میگیرند، پس از زیاد کردن معاش البته که صفقه این وظیفه باز زیادتر می شود. در دولت هایی که مستقلیت سودها تامین است، در این دولت ها حکومت اجرایی عوض کننده هست.
дар он дар ҳукмронии як ниҳод яъне ки се чор судя ман фақат ози раисонашро мекунам, раисони суди олӣ, раисони суди иқтисодӣ ва дигар иваз карда мешаванд. Вале дар он давлатҳое ки дар ҳақиқат мустақилияти судоҳо ҳаст, дар фаъолияти кории як судя се чор президент иваз карда мешавад. Як ҳамин сабаб шуда метавонад. Инро бибинед, дар ҳолате ки маоши судяҳо кам аст, пас чӣ тавр судяҳо дороии зиёд доранд? Пас чӣ тавр судяҳо аспҳои қиматбаҳо доранд? قبلا ما درباره $3000 و $6000 میشنیدیم. حالا درباره $20000 $23000 رشوه میشنویم. واقعیت چی است؟ چی بوده میتونه؟ چرا چنین است؟ یعنی که طلبات زیادتر، طلبات судяҳо бо бештар зиёдтар шуда аст. дороии бисёртар хоста истоданд. معلم عبدالرحمن و نظر شما چی است به این مسئله؟ من یک چیز گفتم لازم که در کنستитуtsiya جمهوری تاجیکستان در ماده 9 نوشته که سه شاخه حکومت همش برابر است. هم تو نمیم. در این باره برای چی من میپرسم که دیپوتات‌ها معاششون خیلی زیاد است. نگاه کنید. این یک. وای من راضی هستم که در وای هم قسمی من حاضرم نقل کردم. این معاش اگر ما گفتیم راستی گفتم جمهوری ما خیلی کمبغالده از روی اقتصادی، اما ما امکانیت نداریم судьяҳо با معاش بلند کردن با. اگر این ما نداشتگی باشیم، اگر باید در جمهوری من باز تکرار میکنم ما باید همون کودکس ناموس رو خیلی ناز عمل کنیم که همه خیلی судьяҳо فهمد که اینجا با شخصانی که اینجا با آمدن به درد آمدن برای همین ما یاردم کردیم ما در کار این شخصو. این یک طرفش این که من در نظر دارم این پرونده‌های شهروندی خیلی در همین با این یک دویمش با فکر من در سودها پشت دولتی خیلی کلان است. اما با فکر من اگر دولت یک 20% از همین پشت که در سود دیده می شود با همین судьяҳо صرف کند، اگر با فکرم ناز می شود. پیش وقتی سویتی با همون وزارت عدلیه بودگیم همین پشت دولتی قریب یک 25% همین وزارت عدلیه با میماند. اگر ما یک وای کنیم که پشت دولتی یک 25% در همین برای судьяҳои جمهوری تاجیکستان ماند، اگر خیلی درست‌تر می شود. شما باور دارید که اگر معاش судьяҳо زیاد کرده شود حتما همین مسئله حل میشد، اونا دست به رشوه نمیبرن؟ судьяҳо زیاد نمیشود برای ولی هم судьяҳо ما با کم جدا. من همگی 400 تا судьяҳо در جمهوری تاجیکستان. این یک судья 20000 اهالی با. این خیلی کم. باید یک судья 5000 اهالی باشدنش در کار. هم باید خیلی وزبین پرونده ها بسیار دیدن در کار، لیکن یک طرفش برای همین من گفتم که معاش هم زیاد کردن در کار، امکانیتش یافتن در کار. برای همین باید گپ در آن که судьяҳо قسم می‌دهند که با ما از روی قانون عدالت رو میبریم گفته در وقت судья شدنش، اما همین هم اجرا کردنش ساز نمی‌شود. محترم وطن عبدالرحمنов، آیا در تجربه شما چنین حالت پیش آمده بود که از نزدیکان عیبدار شونده ها یعنی نزدتون آمده باشند و به شما گفته باشند که پول میدهیم فلانی را آزاد کنید؟ این تجربه بود در فعالیتون؟ این در تجربه نه فقط من، در تجربه هر یک судья هست. همین خیلی هم بود، لیکن همش در دل آدم با نه
من یکم با پاره و با گرفتگی ما هم نه و نمیخوام و فقط از روی عدالت از روی عدالت کار کردن در کار. تشکر محترم معظم قادری و شما هم برای از تجربه من کاری یک کارتیدا دارم و دیگه ماشین پاشین هیچی ندارم، نه خونه دارم. تشکر معظم قادری و شما هم از تجربه کاری خود میگفتید که آیا چنین حالتی بود که خویشان گمانبر عیبدار شونده از شما خواسته باشند میان روی کنید و دادرس پول برید تا حکم به نفع آنها صادر شود؟ این سوال یک سوال پرووکاسیون میگویند در ما اکی میرزانبی. اگر من گویم که در حالتی که در فعالیت من بود و من مبلغ گرفتم به سودی برده دادم، این جنایت می شود. علاقه خود جنایت می شود. اگر من گویم که سودی در حقیقت در فعالیت من پوره گرفته که بود، باز جنایت می شود، یعنی که من جنایت رو روی پشت که میدونستم خبر ندادم. اگر من گویم که در حقیقت من به سودی پوره داده بودم و تهمت کردم، این وجدان من برداشته نمیتواند چون حالت رو. و این سوالی که پیشتر داده بودید معلم کمتر به فکرم نادرست فهمیدن. سوالی پیشترتون دادگیتون باز این تکراری بود، خطا نکنم. زیاد کردن معاش می شود؟ نه، زیاد کردن معاش سودیه این فساد رو از بین برده نمیتواند تا اون دمی که سودیه خود مستقیم نباشد. فکر و نظری من در این مسئله همین طور است. بله تشکر. مثلا از کدوم جهت مستقل باشه منظورتون چی است؟ باز میگردیم به همون شاخه حکومتی. از حکومت اجرایی باید مستقل باشد، از پروکرور باید مستقل باشد، از امنیت. در عین حال همه حکم هایی که قرارهایی که میبرن این همش وابستگی دارد، وابستگی زیچ دارد به فرمان یا اینکه به تلفنی امنیت یا اینکه دیگر شخصان حکومت باید باشد. وابستگی زیچ دارد. سودی های ما اصلا مستقل نیستن. من نمیبینم در فعالیت کاری من ندیده بودم مستقلیت سودی رو، تا حالا نمیبینم، زیرا آنها از روی کانستیتوسیون علاقت پایبند کرده شده به حکومت اجرایی. تشکر. محترم عبدالرحمنوف، اگر همین سوال من به شما مطرح کنم، یعنی که سیستمی سودی توسان مثل این که مستقل نیست، شما چی پاسخ میدید؟ ما روزی هستم خطی همقاس خدا در حاضره شرایط به سودیه ها مستقل نیست. این مستقلیش برای چی نیست؟ برای اون که دانش سودیه ها خیلی پست. راست دیگه برای مستقل کردن ما باید رفرمای سودی گذرانیم. ما یک چند مراتب همینه پیشنهاد کردگی بودم. حاضر سودیه ها در وقت دیدن پرونده مسئولیت میکنند با سودی بالا. انا چه خیلی کاری مستقل ما میگوییم که همین اگر سودی من قطعی وای مسئولیت کرده از همین مسئولیتش سونی حکم میبرد یا که حالنامه میبرد. این جان نیست مستقلی. همین با من میخوام که به فکر من همین در قانون من کردن لازم، نوشتن در کار که مسئولیت با سودی بالا این غیر قانونی هست. یک طرفش، دیگر طرفش در اون که رئیسای سود همین پرونده در استحصالات همین سودی ها بودگیم در پرونده های کش می شود. یک خیلیش گپ میزند که همین خیلی دیدن در کار، جایی خیلی دیدن در کار. سانی همین سودی این باید رفتار میکند ده. هر رئیس که همین خیلی گفت همین خیلی کردن گفتن در کار. یا برای همین مسئولیت خودش آزاد کردی سازه همین سودی رئیس من همین دستگیری میکند گفته. بله تشکر. میدونین برای چی من میخوام به همین سوال جواب بدم؟ شاید برای من شما به این سوال میدادین. بخشش که من کمتر چی کردم پیش پرتکی میگویم کردم. برای چی سودی ها وابسته هستن؟ سودی ها در اول از قانون وابسته کرده مونده، زیرا تمام فعالیت سودی در نظارت پروکراتور است. یعنی که حکمی که سودی میبرد در نظارت پروکراتور است. پروکراتور نظارت میکند. از همین علاقه خود قانون وابسته کرده مونده است که سودی، یعنی که از مثال میورم، برای مثال این سودی که پیشتر دستگیرش کرده بودن، سودی بابا جان گفیروف به فکرم خطا نکنم رستم سید محمد زاده، درست؟ بله.
пештар ҳаминро ба ҳамин аҳамияти ҷиддӣ диҳем. дар ҳамин солҳои охир хеле ҳукмҳои сафедкунанда кам буд. хуб ин судя яъне ки пеши роҳи прокурорро мегузарад, судя ҳукм сафедкунанда мебурад. Инро бубинед, ҳатто ӯ ба ариза менависад ба аппарати президент, дуруст хато накунам инашам ариза менависад, яъне ки ба утоқи судя прокурори нақлиёт омада, худи раиси прокурор омада ӯро таҳдид мекунад, фишор меоварад. Новбаста ба ҳамин барои чӣ? Ба хотири он ки ӯ ҳукми сафедкунанда буровардааст. Ҳамин дар ҳамон ҳолат ду то буд ҳамагӣ. Бо судяи дигар раиси судяи шаҳри Хуҷанд буд, ӯро ҳам дастгир карданд, Ҳомидҷон Муҳаммадзода. Ду ҳолат бубинед. Ду ҳолат бо 319 парванда оғоз карда шуда, яъне ки порагирӣ. Яъне ба ин метиҳанд 2 сол асаби он ки ин одам случайно фуромада мондаги бошад, ё ин ки барои гирифтани пули данга. дар ин ҳолат бошад метиҳанд 6.5 сол. аз ҳамин ҷо худ вобаста ба ҳамин посух шумо суоли махсус доштем. ҳоле марҳамат, ҳоле чӣ мехостед бигӯед марҳамат? дар ҳамин ҷо худ аллакай судя вобаста аст. аз прокуратура вобаста аст 100%. қарори ошкор озодона буроварда наметавонад. аз кадам вобаста аст. Дуруст? бале. аз вазорати боз аз 1-2 нафар шантажистҳо ҳаст. чанд нафар шантажистҳо шантаж мекунад, аз онҳо низ вобаста мебошанд. бале, ташаккур. ва ҳоло таваҷҷӯҳи ҳардуи шуморо ба дидани як суҳбати сарроҳии ҳамкоронамон бо чанде аз раҳгузарон дар душанбе ҷалб мекунам ки аз онҳо пурсиданд сабабҳои ришватситонии судяҳо чӣ аст ва баъд аз тамошо бармегардем. марҳамат. ҳама пул катия. چی با فکر شما پول میگیرن؟ زندگیاشونو میگذرونن با فکری من. یعنی معاششون کم است. ممکن من خیال میکنم پول کتی میکنن ده همه کاره. یگان این دای دنیا دان تاجیکستان یکون به پول کار نمیکنه، همه پول کتی. ممکن مردم خودش پیشنهاد میکنه که کارش تیزتر بود شود، نمیدونم. یعنی که اگر مردم پیشنهاد نکنه سودیا کار کشو میتید، همین خیال به فکر شما؟ ممکن یگان پروسس معین دارن با روی همو باید روه، لیکن مردم میخواد که تیزتر کارش حل شود، بعد یگان چه پیشنهاد میکنن. لیکن راست دیگه دکنسه نمیدونم که شما دانیقی گفت جواب تمام شده گیرم پرتوی دیگر هم نمیشود. توغری می شدن اجنر کار خیلی بودگی خیلی همی دسته بود. لیکن یک چیز من شما با گپ میزنم، حلال کار کنی تا آخرش حلال وای میروی. ما با همین چیز ما کینوها وای کردن اجنر کار. من یک پرابلم داشتم، راستی گپ خیلی همی حقیقت برو وردن. ما خیلی برای فرزندم شوهرم گذشت زویشانی داد و یا همی دیگه طرف چیر کردن که طرف و یا برای نه که این سودیای ما حقیقت کار کرد و زویشانی ما را چیز فرشی برووردن، همی کجاهای رفت که این حقیقت چه بروورد نه تر روسای پومیر فریاد کردن. هر خیلی مرافع شدن میتونن. انق من که نمیدونم، لیکن بسیار وقت همین آدم ها خودشون همین مجبور میکند که بیا همین پول بگیرو کاری من حل کن. گفته ممکن هم خیلی باشه، لیکن من یکم بار کارم غلطی دیگه نیست، یکم کس کتی خیلی دزد گیرو کرده که نیستم. یکم بار نه خدا نشوناتی، یکم بار نغلطی. محترم وطن عبدالرحمنов از شما شروع میکنیم. درباره صحبت سریراهی ساکنان چی نظر دارید؟ مرحمت. خیر ما یک چیز رو گفتنم لازم که همه سودیاوین خیلی نه. باور کنید در قطار سودیاوان یا سودیاوی با عادلانه هست، سودیاوی که همین از روی قانون کار میکنن، حرکت میکنن که همین فقط حکم یا حالنامه سودی رو همین فقط با از روی قانون برارن هست. این خیلی سودیاوی هم دیگراش هست. همین سودیاوی ما باید سودیاوی که همین افلاس کار میکنن باید ما از ها خلاص خوریم. برای همین من با فکر من همه سودیاوی همین خیلی گنده کردن ممکن نه، لیکن شرایط سودیاوی ناس کردن لازم. من اکنون یک چیز رو من باید قید کردن لازم. در همین سودیاوی یک سازمان است، سودیاوی جمهوری تاجیکستان، سازمان سودیاوی جمهوری تاجیکستان. انا اکنون نگاه کنید، همون سازمان باید
با судьяҳо ҳамин хел кӯмак расонад. کمک در آن که همین مواشی پاس باید نگاه نکرده، کمک در آن که اما از روی ناموس خودش، از روی وای برآوردنش کمک باز دیگرش هم از جهت معنوی هم جهت ماتریالی هم یاردم کردنش در کار. لیکن سازمان ما مردگی راستی گفته گپ در آن که رئیس سازمان судьяҳои ҷумҳурии Дагестон رئیس سودی عالی است. در اینجا یک وای میبرده مقابله منفیتی هم با رئیس سودی عالی پورا وظیفه مثال همون رئیس سازمان судьяҳои ҷумҳурии داغستان را اجرا کرده نمیتواند. این خیلی همون سازمان در هر یک دولت و در بسیار دولت های جهان هست، در بسیار دولت ها. برای همین ما همین سازمان باید بیشتر با عمل بیاریم که همیشه کار نشود. بله، تشکر. معظم قادری و برداشت شما از این صحبت سرراهی ساکنان چی است؟ البته فکر و نظر مردم هر خیلی بود. من فقط در یک چیز اهمیت دادم. مردم خود پیشنهاد میکنند پورا رو. درست مردم خود پیشنهاد کردنشون ممکن، زیرا برای آنها یک سالی که در محبس می باشد آنها کوشش میکنند تمام دارایی خود را فروشند، بعد از همون محبس خلاص کنند، از همون زندان. زیرا شرایط زندان خود علاقه معلوم است که آدم رو معیب میکند و از آنجا آیا زنده میبراید یا نمیبراید. برای این مردم خود پیشنهاد میکنند و میدونند که این پورای آنها را بسیار در اصل گریم خود جنایتکاری اساسی جنایت صادر کرده است، پورا هیچ وقت پیشنهاد نمیکند. یعنی او میدوند که علاقه جزا میگیرد و نسبتی ها یگان خیل فشار یگان خیل شکنجه هم نشدنش ممکن است. در دیگر مواردها باشد پیشنهاد میدونند که سودی ها میگیرند پورا، برای هم پیشنهاد میکنند. تشکر. ببینید در تاجیکستان سودی‌ها با فرمان خودی پرزیدنت امام علی رحمان تعیین و یا از کار آزاد میشوند، مگر ضمن پیشبری آنها خصلت و کار و تجربه و انصافی آنها به اینابت گرفته نمیشود که دست بر رشوه و فساد میزنند. معلم عبدالرحمنوف، نظر شما چه است؟ گپ در آن که در ما کالگیا داریم، پیش از سودیا شدنش کالگیا میگذرد، هم نامزد به سودیگی. در آن کالگیا گذشتگینده کالگیا سودیاها هست، کوالسیون کالگیا میگن. در اونجا همونا میپرسش میکنن و میکنن. در همین وقت سونی از روزگی همین کالگیا سونی پیشنهاد میکند رئیس به سودیگی، هم دانشش میفهمند هم رفتارش میفهمند. در اون کالگیا سونی همون وقت بود سودیاها به هم میتیاد همین در نامزد برای سودیا کار کردنش میشود یا نه. من میخوام سونی از روی همین سونی پرزیدنت سودیا تعیین میکند. تشکر. در تاجیکستان یعنی بیشتر از 10 میلیون نفری تقریبا 500 دلار یا سودیا کار میکنند. آیا همین تعداد برای جمهوری کافی است؟ معظم قادری و شما چی میگوید؟ برای جمهوری ما فکر کنم که کافی نیست، لیکن اگر خودی بوده همین سوده‌هایی که 400 نفر هستند از روی عدالت کار میکردن، از روی وجدان، در حقیقت از روی قانون که هست از روی همون کار میکردن، شاید یک چی میشد، لیکن کافی نیست. البته که بعد یک چی دیگر رو من اینجا میخوام، سوده‌هایی که در دیگر دولت ها هستند سوده عموما بازداشت کرده نشود. سوده‌ها باید یک عمره باید باشند. برای این من بعد پستر میگویم برای چی باید یک عمره باشن سودی‌ها. بله معلم، به همین سال نظر شما چی است؟ شما چی نظر دارید؟ شما قبلا در آغاز برنامه به این نکته اشاره کرده بودید، ولی میخواستم اندکتر بیشتر نظرتون میخواستم بفهمیم. یعنی سودی‌ها کم هستند برای اهالی تاجیکستان یا بیشتر هستند یا چقدر باید باشند؟ من گفتگی بودم 500 سودیا ما نداریم، ها 450 تا. این یک 20,000 اهالی با یک سودیا، این خیلی کم. باید یک سودیا 5,000 اهالی باشده نظر کار. این هم ما حالی یک چند مراتبه همین گفتگی بودم. لیکن از دیگر طرف یک ناحیه ها هست که اونجا با کارهای پرونده و جنایتی و شهروندی و ماموری خیلی کم هست.
نسبت دیگر رایونا با نسبت مثال همین نایه‌های کلان با نایه مثال کوهستان با شماره همین کارو خیلی کم است. از روی همین ممکن ما همین کمتر کردیم که همین هم به نظر گرفتن در کار که با همون کدام با چند سودیا تعیین کردن در کار که همین درست شود گفتم. لیکن مسئله در عمری بود خیر من یک طرف اشکتی لازم است لیکن در وقتی تعیین کردن اما حاضرم قانون ویران کرده ایستاده است ایستادیان من مثال حاضر 10 سال تعیین میکنم 10 سال با تعیین میکنم اگر سودیا یگان ناراضگی خودش بیان کند یا که وای کند اگر وای همه سود ناراضگی یا گفته با همین برازگی خودش گفته دیگر ناحیه و میگذارانند لیکن ما باید قانون با رعایت کنیم 10 سال باشد 10 سال ایستادن از در کار ما از همون گرفتن ما در کار نه یا این وای سودیایی که خودشون یا کمتر رفتارشون هم ممکن از روی قانون از روی وای برن اگر وای معقول نشود اگر دیگر همین 10 سال به نگاه نکرده با دیگر ناحیه با میگذارانند. تشکر. و در پایان برنامه میخواستم بگویید که از کدام راه میتوان به رشوه‌خواری فسادکاری در کاری دادرسا پایان داد؟ خواهش میکنم وقت ما یک کمی کوتاه است معلم فشرده تر چیکار کرد؟ راهی هست در اینجا یا نه؟ چی از راه؟ من پیشنهاد کرده بودم با هم مجلس نمایندگان هم سود عالی باید ما رفرم حاکمیت سودی رو گذرانیم. در آن پیشنهاد من بسیار مسئله آوردم که مسئله فقط اگر همین پیشنهادهای ما گذرانیم اگر من باوری دارم که سودی ها مستقل می شوند. همین ریکمنداسی ها همین پیشنهادهای شما چی بودن؟ می شود خیلی فشرده تر بگویید که چی بودن آنها؟ خیلی بسیار راست مثلا ما باید ما همونجا گفته ایستادیم که از کدام سال سودیا باید انتخاب کرده نه تعیین کرده شود. حاضر خیلی جوانان سودیا ها دانششون پست نمیدونند. بله تشکر. و معظمه قادر و نظری شما چی است؟ خب من میخواستم در همین سوالی کمتر پیشتر دو دکتر اول جواب بدم کوتاه جواب میدم. معلم درست گفتن در حقیقت سودی‌های ما خیلی جوان سودی میکنند و دانش آنها خیلی پست هست. این یک. برای چی من گفتم که سودی باید یک عمری باشد با آنها خودی کانستیتوسیون کفالت زد. در کانستیتوسیون ما این خیلی فشرده شده آوردگی هستند. یعنی که با سودی غلام گفتن این خودکاری خطا میشد وابسته است از حاکمیت اجرایی. درست در اینجا سودی فقط در کفالت باشد که یعنی او مستقل باشد حکم خود را برآورده کند آزادانه سودی فقط بازپس گردن نشود سودی فقط با عریضه خود از کار رفته شود یکم دویم در حالتی که جنایت صادر کند در حالتی که نامکلف باشد و در حالتی که وفات کند در همین 4 حالت تنها در آن وقت شاید که مستقلیت سودی باشد این سوال من جواب من به سوال شما بود. بله. به یکمش سوال دیگری ما این بود که چیکار باید کرد که از این مشکل ها رها شد؟ پیش از همه فکر کنم اراده سیاسی داشته باشد. اراده سیاسی باشد. بعدا تامین کرده شود تامین تجزیه واقعیتی حاکمیت. بعدا تامین آزادی یعنی که مستقلیت آزادی چیگویم رسانه ها. تشکر زیاد به شما مهمانان گرامی برای شرکت در این برنامه و به شما بینندگان ارجمند سپاس که ما را همراهی کردین. اگر پیشنهاد دارید یا شرح زیر این برنامه دارید برای ما بنویسید و مهمانان ما وطن عبدالرحمن سودی سابق تاجیکستان و معظمه قادری و وکیل مدافع بودند و من میرزا نبی خالقزاد بودم که برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار.